خوشگل شدی یازش شدی مهم بعد نظر آبادی اونی که قرار منو خوشبخت کنه یای که طوری که وقتی فیلم عروسی بهش بگم خدا لعنتت کنه بات میشکست اومدی خواستگاری یای که بگم چه شانسی داشتم چه شوهر چادر رو نمیخواستم راه بازه جاده ما میدونی چیه؟ نه اون برگه الان باید به دهن کوزه شیرین بیاد که نمیاد بابا تاجتو درست کن بابا من برم به کی بگم آی مردم بابا به پیغمبر من عاشقتم لیلی مرتضی تو از زمانی که اخلاقتو درست نکردی من باورم نمیشه هر کسی جای خودشو داره مثلا مادر جای خودش خواهره مشکلت جای خودش و لیلی عشق پولی جا نگاه کن جای خودش خیلی خوب لیلی جان الان شدی حرف حساب حالا بیا بریم زشته دیگه مهمونم منتظرم باشه لیلی اصلا
چرا باز از 24 ساعت شبانه روز کلا 4 ساعت برق داریم. همون 4 ساعت هم اونقدر برق گرونه نمیتونیم کولر بزنیم، نمیتونیم پنکه بزنیم. در باز باشیم هوای خنک بره بیاد سر. خب زنگ که میزنم که نمیشه. توی خونه چه خبره؟ الان بهت میگم فیلم عروسیمون رو گذاشتیم صداش زیاد این خاطرات دخترم آدم یه بار نگاه میکنه، 2 بار نگاه میکنه، 3 بار نگاه میکنه. شما دیگه شروعشو در آورید. چند تا هر روز داری نگاه میکنید. خجالت نمیکشید. بابا هنوز جذابیتش از دست نداده. شنیدی بابا؟ هنوز جذابیتش از دست نداده. شما باید احترام بذاری. این فیلم عروسی ماست. مرتضی راست میگه بابا. راست میگم بابا. میگم خوبی بابا نمیدونم. یه بار دیگه بگو من نشیدم. ها بابا مرتضی شوخی کرد. شوخی کردم بابا. اصلا من و لیلی خودمون معتقدیم مرور خاطرات قدیمی باعث دعواهای خانوادگی میشه. شوخی کردم. خیلی خوب یه بحثا رو نکنید. دخترم مادر چند تا وسایل گفته بود از بیرون بخرید. اگه خریدی بردارده من میخوام برم. بابا جان چقدر عجله داری؟ میشستی با هم شب کارمون کشیکش نشون بده با هم کشیکش نگاه من کرد. با این سنم کشیکش نگاه کنم. مادرتون منتظره. آها تنها منتظر. یه بار بهت میخندم و پررو میشی فورا. چی میگی؟ بابا بیاش نسایی که همون پاستی کنم. بابا یه بار بهت کنم ببریم. بابا لیلی همسه آهنگ گذاشته. بشین بابا بشین فیلم رو نگاه کن. راستی راجع به خواهر من داشتی حرف میزنی؟ آره دیگه خواهر اون برونت. بابا هم میشه. الان با حرف
شد که لیلی
بیچاره ستایش روز ندیده این من. لیلی بابا مگه من مردم دورت بگردم؟ زبونم لال. تو میگی دیگه بابا جان. نه منظورم اینه که مثل من همیشه گریه میگم حالا که فکر میکنم چه روزایی داشت، چه روزگاری گذشت. پیر شدیم نه؟ پیر شدیم لیلی دورت بگردم، ولی من این پیر شدن رو کنار تو خیلی دوست دارم لیلی، چون وقتی پیر شدم که خدا یه زنی به من داد که مثل کوه پشتم بود. خدا رو شکر که یه زنی مثل تو دارم لیلی. اما اینم بگم حتی اگه تو هم منو ببخشی من دیگه خودمو نمیتونم ببخشم. چرا؟ بابا دورت بگردم ما مگه جوونی کردیم؟ جوونی خودم و خودتو سوزوندم رفت. اینا رو ول کن مرتضی. مهم اینه که تو رفتی کم سالم برگشتی. میدونی دست چند نفر رو گرفتی نجاتشون دادی؟ من به تو افتخار میکنم مرتضی. میدونی چیه؟ تو قهرمان زندگی منی. لیلی داری شرمندم میکنی یا؟ واقعیته. لیلی راستش باید یه چی رو بهت اعتراف کنم. چی؟ لیلی من فهمیدم این 40 ساله‌مو که از خدا گرفتم زندگیم کنار توی که قشنگه دورت بگردم. میگم حرفات قشنگ بودا ولی فقط کنار من خوشبختی؟ آره دیگه مگه غیر من و تو اینجا کسی دیگه هم هست؟ بچه‌مون دلار کوچولو نگاه کن. سلام بابا سلام. تصویر ما بارش بگردم تو رو دیدم لباس سرخ شده. نگاه کن مرتضی به بچه‌مون نگاه. مرتضی بابا بس کن دیگه لیلی. چقدر باید بهت بگم بابا ما بچه دار نمیشیم. اونی که دست توی دورت بگردم عروسکه. بابا من اون عروسک رو قایمش کرده بودم نمیدونم از کجا میری پیداش میکنی میاری. بده به من اون عروسک رو دورت بگردم. بده به من. چی گفتی؟ یعنی چه عروسکه؟ این بچه منه. من مادرم نمیفهمی؟ روزایی که تو رفته بودی کم من با این بچه رو فکر کنم. با این بچه شب روز میکردم. باشه لیلی تلفن زنگ میزنه. با چی سرمون بزنم تا یکی شد میزنیم باباه مرتضی باشو بریم. لیلی این تلفنم سر را یادم انداز بدم تعمیر کنم نویز میدم. باشه تو هم آماده شو بیا. چطورش که؟ خوبه همون بریم درستش میکنم. سر را یادم بندازی اینو بدم حتما. آماده شین. باشه منم لباسای دلم رو عوض میکنم. لباسه اون عروسکم عوض کن. بچه‌مون بنارو ناراحت شدی؟ بابا خیلی چرت و پرت میگه. خوابت میاد؟ الان یه لالایی میخونم خوابت ببر. Just
یک فردایی هست و زندگی برای بهترین کارها فرصتی به ما میدهد. اما اگر اشتباه کنم امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم تا هیچگاه از یاد نبری. فردا برای هیچ کس تضمین نشده، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را می‌بینی که دوستشان داری. پس زمان از کف مده، عمل کن همین امروز. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشتر تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند، یک آغوش. اما مشغولیت‌های زندگی تو را از برآوردن آخرین خواسته آنها باز داشتند. دوستانت را حفظ کن و نیازت را با آنها مدام در گوششان زمزمه کن. مهربانانه دوستشان داشته باش. زمان را برای گفتن یک متاسفم مرا ببخش، متشکرم و دیگر واژه‌هایی که می‌دانی از دست مده. هیچ کس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی‌آورد. پس از خداوند خرد و توانایی بیان احساساتت را طلب کن تا دوستانت بدانند حضورشان تا چه حد برای تو عزیز است.